خدا نگذره از علی حاجی. خدا نگذره از علی حاجی. بابا خدا نگذره از مرداد زندگی. جشنواره آخری که تو عربستان بودیم آره پیش اومد، رفتیم صحبت کردیم و اینا، عکس انداختیم. مرداد گفتش که بیا بریم اینو بگیریم بذاریم تو گروه بچه ها رو اذیت کنیم. ایده کی بود؟ علی دیگه، میگم خدا نگذره ازش. علی بعدم گرفتیم مرداد، گفتم نذار ولش کن، الکی ها میاد بیرون بیخو این همه فستیوال های مختلف رفتی اصلا بعدم میاد. گفت نه برو خیالت راحت. رفتیم راجع فیلم صحبت کردیم و عکس انداختیم و اینا. علی میگفتش که ایده تو بودی که عکس بندازیم کلا. علی گفت آره. آخه شما عکس رو الان نشون بدین ببینید کی سلفی اینجوری گرفته.